سرخط مهمترین خبرها: همایش کشورهای آسیای مرکزی روسیه، پوتین از کم بودن حجم تجارت گفت. جزئیات سازشنامه قرضه تاجیکستان و قطر را شرح دادند و دادگاه سینا با بررسی پرونده مرگ نورس در کودکستان آغاز کرده است. سلام بینندگان عزیز، تازه ترین خبرهای تاجیکستان و جهان را از استودیوی دوشنبگی رادیوی آزادی تقدیمتان میکنیم. امروز 10 اکتبر سال 2025 است. بعد از ظهر 9 اکتبر در شهر دوشنبه همایش دوم کشورهای آسیای مرکزی روسیه برگزار شد. ولادیمیر پوتین در این همایش از کم بودن حجم داد و گرفت کشورش با دولت‌های آسیای مرکزی گفت. طبق آمار پوتین سال گذشته روسیه و 5 کشورهای آسیای مرکزی در حجم 45 میلیارد دلار داد و گرفت داشتند که کافی نیست. پرزیدنت روسیه آمار داد و گرفت کشورش با بلاروس را مثال آورد که سال گذشته از 50 میلیارد دلار گذشته است. در این نشست رئیس جمهوری روسیه از 20 میلیارد دلار سرمایه گذاری کشورش در آسیای مرکزی سخن کرد و در عوض خواست که شرکت‌های این منطقه نیز می‌توانند در روسیه سرمایه گذاری کنند. پوتین همچنین از آمادگی شرکت‌های روسیه برای بنیاد نیروگاه‌های برقی آبی در آسیای مرکزی خبر داد. در سال‌های گذشته این گونه تلاش‌ها ناکام مانده بود. از جمله سال 2004 تاجیکستان برای بنیاد نیروگاه راغون با شرکت روسال شرطنامه بست، اما بعداً دوشنبه یک طرفه آن را بیکار کرد. از روی بیانیه‌های رسمی دیده می شود که در همایش دوم روسیه آسیای مرکزی موضوع مهاجران بررسی نشده است. این در حالی است که میلیون ها نفر از آسیای مرکزی برای کار به روسیه می روند و سالهای اخیر از فشار و اذیت پلیس روس شکایت دارند. در متن سخنرانی پوتین که سامانه کرمل نشر کرد و همچنین خبرنامه رسمی دفتر مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان اشاره به موضوع مهاجران نشده است. همایش نخستین روسیه آسیای مرکزی بار اول سال 2022 در استانا برگزار شده بود. سامانه پرزیدنت تاجیکستان نوشته است در پایان نشست دوشنبه اعلامیه جنبش همایش آسیای مرکزی روسیه و نقشه عمل یکجایی برای سالهای 2025 و 2027 قبول گردید، اما جزئیات این سندها معلوم نیست. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین مسئولیت مسکو در حادثه سقوط هواپیمای مسافربری شرکت هوایی ازل آذربایجان را اعتراف کرد. پوتین 9 اکتبر در شهر دوشنبه با الهام علیف خورده اعتراف نمود که در روز فاجعه یعنی 24 دکمبر سال 2024 نظام مدافع هوایی روسیه به سوی پهپاد اوکراین 2 موشک پرتافت که چند متر دورتر از هواپیمای آذربایجان ترکیدند. پوتین بعد از چند روز حادثه گفته بود روسیه پرداخت جبران پولی را به عهده میگیرد. الهام علیف اظهار امیدواری کرده است که برای شبهه کردن در درستی تفتیشات بهانه نمیماند. روز 24 دکمبر سال 2024 در نزدیکی شهر اقتای قزاقستان هواپیمای مسافربر امبرایر 190 ازل به زمین سقوط کرد. در داخل هواپیما که از باکو به گروزن پرواز میکرد 67 نفر قرار داشتند که 38 کسشان جان دادند. این حادثه روابط میان روسیه و آذربایجان را تیره کرد. وزیر مالیه تاجیکستان جزئیات سازشنامه قرضه با قطر را در پارلمان شرح داده است. طبق سازشنامه که ماه اوت امسال امضا شد، تاجیکستان برای ساختمان نیروگاه راغون از بنیاد یا خزینه قطر در مورد رشد 50 میلیون دلار قرض میگیرد، اما شرط و شرایط این سازشنامه معلوم نبود. فیض‌الدین قهارزاده وزیر مالیه تاجیکستان 1 اکتبر در جلسه مجلس نمایندگان گفته است این مبلغ به مدت 12 سال به تاجیکستان داده می شود. با گزارش روزنامه پارلمانی صدای مردم، تاجیکستان دوام 12 سال برای پرداخت خراجات قرض به خزینه قطر 15 میلیون دلار می‌دهد. یعنی تاجیکستان 50 میلیون دلار گرفته، آن را 65 میلیون دلار کرده برمیگرداند. با گفته وزیر مالیه 50 میلیون دلار قرض بنیاد یا خزینه قطر برای بنیاد سربندی اساسی نیروگاه راغون صرف می شود. حکومت تاجیکستان تلاش دارد برای تا آخر ساختن نیروگاه راغون از خارج سرمایه دریافت کند. تا این وقت بانک جهانی، بانک اسلامی رشد و بعضی کشورها از سرمایه‌گذاری به ساختمان راغون خبر دادند. اخیراً مقامات تاجیکستان گفتند که بانک آسیایی سرمایه‌گذاری زیربنیادهای چین برای ادامه ساختمان نیروگاه راغون 500 میلیون دلار جدا می‌کند. ماه اوگوست امسال نزویسم گازتا یک از نشریه‌های روسیه نوشت که آینده نیروگاه عظیم راغون تحت سوال قرار گرفته است. با نوشته مؤلفان مقاله، بعضی از سرمایه‌گذاران اساسی نیروگاه از جمله بانک جهانی به سبب اجرا نشدن برخی طلبات جدا کردن پول را به تأخیر انداختند. مقامات تاجیکستان در این باره چیزی نگفتند. دادگاه ناحیه سینا با بررسی پرونده مرگ یک طفل در یک از کودکستان‌های دوشنبه شروع کرده است. طبق اطلاع منابع رادیوی آزادی، مرافعه آخر ماه سپتامبر آغاز شده، حکم صادر نشده است. نمایندگان دادگاه برای شرح مسئله
نامه طلب کردند. یک منبع آگاه از مرافعه به رادیوی آزادی گفت در کرسی عیبداری 2 کارمند کودکستان و 1 کارمند اداره بهداشتی یا سیس نشستند. مربی کودکستان که در ساعت کاریش کودک به هلاکت رسید از والدین طفل عذر پرسید، اما پدر کودک در دادگاه گفت که بگذار این افراد در نزد قانون جواب دهند. گفت منبع رادیوی آزادی گمانبران به اجرا نکردن عهدهداری و خنک نظری در کارشان متهم میشوند و به شرط بیرون نرفتن از جای زیست در آزادی هستند. در صورت اثبات گناه با آنها تا 5 سال زندان تهدید میکند. نظر مربی کودکستان و دیگر گمانبران این پرونده تا این لحظه دسترس نیست. طبق اطلاع دریافتی دادستان ایبدار کننده دولتی باید روزهای نزدیک برای گمانبران از دادگاه جزا طلب کند و بعد از آن حکم صادر می شود. روز 19 می امسال در کودکستان سوال و جواب در شهر دوشنبه صدای 32 ساله به هلاکت رسید. نوار جان کندن این کودک که به پنجره رخت خواب آویزان شده بود واکنش‌های زیاد را در شبکه‌های اجتماعی به میان آورد. این حادثه بار دیگر موضوع شرایط کودکستان‌ها را در تاجیکستان داغ کرد. بینندگان عزیز، بعد یک آگهی برنامه را ادامه می‌دهیم. لطفاً با ما بمانید. بانک اروپایی تجدید و رشد برای نوسازی کردن نظام گرم‌دهی در شهر دوشنبه به تاجیکستان 6 میلیون یورو می‌دهد. طبق اطلاع وزارت مالیه سازشنامه مذکور 6 اکتبر در دوشنبه امضا شده است. مقامات تاجیکستان میگویند که از 6 میلیون یورو 3 میلیونش گران یا مبلغ بی بازگشت و نصف دیگرش قرض است. شرط و شرایط این قرض اعلان نشده است. در شهر دوشنبه 2 مرکز برق و گرم‌دهی کار می‌کنند که یکی از سوی شرکت چینی تبع ساخته شده است. فعالیت هر 2 مرکز گرم‌دهی پایتخت نگرانی فعالان محیط زیست را به میان آورده است، چون این مرکزها با انگشت کار کرده هوا را افلاس میکنند. هنوز روشن نیست که مقامات تاجیکستان با 6 میلیون یورو بانک اروپایی تجدید و رشد کدام بخش نظام گرم‌دهی پایتخت را نوسازی میکنند. جایزه نوبل در بخش ادبیات را روز 9 اکتبر به نویسنده از مجارستان یا ونگر لاسلو کراسنهورسکی تقدیم کردند. در شرح کمیته نوبل نوشته شده است که نویسنده به خاطر ایجادات با اعتماد و آینده بینانه که در شرایط وحشت آخر زمانه بار دیگر قدرت هنر را نشان می‌دهد قدردانی می‌شود. لاسلو کراسنهورسکی سال 1954 در شهرک دیوله مجارستان در سرحد با رومانیای تولد شده است. رمان نخستین او رقص شیطانه در سال 1985 حادثه بزرگ در ادبیات کشورش دانسته شد. بخش یک روز تاریخ است که مهمترین تحولات تاریخی در روز 10 اکتبر را فرا می‌گیرد. 10 اکتبر سال 1957 زاد روز ژورنالیست معروف باباجان اکراموف است که در رشد تلویزیون تاجیک و با معیارهای زمانوی مطابق شدن آن زحمت زیاد کشیده است. تا سال 1995 نزدیک 20 سال از مقام محرری در تلویزیون دولتی تاجیکستان تا رئیس کمیته رادیو و تلویزیون در این ساحه کار کرده. بعداً یکی از مؤسسان هفته‌واری ورارود شد. اکراموف گفته است تا زمانی که شبکه‌های تلویزیونی تاجیکستان به بررسی موضوعهای داغ جامعه روی نآورند، تماشابین تاجیک پایبند شبکه‌های خارجی میماند. با تشبث شورای اروپا در سال 2004 10 اکتبر روز مخالفت با حکم قتل اعلان شده است که هدفش پیشگیری از اجرای حکم‌های قتل محکوم شده ها می باشد. در تاجیکستان تا سال 2004 این مجازات وجود داشت، ولی ایون آن سال مجلس نمایندگان به اجرای حکم قتل مراتوری یا تحریم اعلان کرد. بیکار شدن حکم قتل به اندیشه حقوق شناسان بین المللی یک اقدام بشری بوده، امکان پیشگیری از حکم‌های اشتباهی قتل را فراهم می‌کند. 10 اکتبر در تاجیکستان روزی فلک تجلیل می شود. جشنگیری عید این موسیقی قدیمی مردمی از سال 2004 شروع شد و سال 2007 با یک امر پرزیدنت تاجیکستان به حکم قانون درآمد. مقصد از این روز مثل تجلیل روز شش مقام حفظ و رشد و آموزش این ژانر موسیقی سنتی است که تاریخ بسیار قدیمه و چهره‌های معروف خود را دارد. شبانه روز اخیر قرب روبل روسی در برابر اسعار ملی سامانه کمی بالا رفته ارزش دلار آمریکایی با پس شده است. صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسی به 113 سامانه برابر است. 100 دلار آمریکایی باشد تا 920 سامانه ارزش دارد. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای 10 اکتبر چنین تعیین شده است.
بینندگان عزیز، این آخرین برنامه نوید در هفته روان بود. در روزهای استراحت خبرهای آخرین را از سامانه رادیوی آزادی با نشان azadi.org و صفحه ما در شبکه‌های اجتماعی پیدا کنید. تا هفته آینده، خدا نگهدارتان.